سلام علیکم دوستای عزیز، امیدوارم خوب صحتمند باشید. من علی خان یوسفی هستم و با یکی دیگه از ویدیوهام در مورد مدیریت استرس خوش آمدید. تا حالا شده که بخوای یک کار را انجام بده اما یه صدای تو سرت بگه که اگر مردم چی بگه، همین صدا باعث میشه که تو از خودت و از خواسته ها دست بکشی. ولی رفیق، اگر بخوای با طرز فکر مردم زندگی کنی هیچ وقت خودت نمیشی و هیچ وقت به اعتماد به نفس واقعی و نمیرسی و لذتش را چشیده نمیتوانی. در اینجا چندین راهکار وجود داره که تو میتوانی از این طرز فکر اشتباه خلاص شوی و با اعتماد به نفس واقعی دست یابی. اول با خودت بگو من یک جوان هستم و باید مثل شیر باشم، نه مثل یک برگ که با هر باد بلرزه. دوم، با یاد طلا بیافت، طلایی که هر چقدر بسوزونیش باز هم می درخشه و تو هم حاصل طلا را داشته باش. و سوم، تو با خودت بگو من کسی هستم که به خاطر خودم زندگی میکنم، نه به خاطر مردم، و این را در زندگی یک اصل قرار بده ولو به هر قیمتی.